به نام خدا با عرض سلام خدمت دانشجویان گرامی و عرض تبریک سال تحصیلی جدید خدمت شما. درس شیمی 2 رو در خدمتتون هستیم. انشالله روش تدریس به این صورت هست که حالا با توجه به شرایط ما باید تدریس رو به صورت مجازی انجام بدیم. احتمالا تمام اون قسمت های تدریس، جلسات تدریس رو من به صورت آفلاین پر میکنم که حالا آنلاین باشه شاید مشکل حالا اینترنت یا زمان بندی باشه، بچه ها نتونن حتما حضور داشته باشن. انشالله اینا رو به صورت آفلاین پر میکنم. در حالا قسمت محتوای همین درس توی سایت دانشگاه قرار میدم. انشالله شما میتونید استفاده کنید. یه جلساتی رو انشالله میذارم برای رفع اشکال و اونا رو به صورت آنلاین برگزار میکنم و حتما در گروه اطلاع رسانی میکنم. حالا البته یه گروه واتساپی هست، من چک میکنم انشالله ببینم تمام دانشجوها هستن. اگه نیستن هم حالا اگه شماره من رو دارید به من پیام بدین، شما رو عضو اون گروه کنم که اطلاع رسانی های مربوط به حالا اینکه چه موقع میخوام آنلاین برگزار کنم کلاس رو یا اینکه امتحانی انشالله بخوام بگیرم حتما تو اون گروه اعلام میکنم خدمتتون. پس این کلاس های آفلاین فقط برای تدریس هست و احتمالا رفع اشکال رو آنلاین برگزار میکنیم. حالا آزمون ها رو انشالله میگیم خدمتتون. حالا برای که مجموعه زیاد نشه، حالا اون چیزی که ما تدریس میکنیم و برای امتحان پایان ترم اذیت نشید، احتمالا ما یه میان ترم میگیریم. میان ترم رو حالا بعد بهتون میگم که تا کجایی تدریس انشالله به عنوان میان ترم در نظر میگیریم. تاریخش رو با خودتون اوکی میکنیم و امتحان رو برگزار میکنیم و اون قسمت رو دیگه حذف میکنیم. به عنوان مثال اگه ما 10 نمره رو برای امتحان میان ترمتون در نظر گرفتیم و مثلا 2 فصل دیگه اون امتحان رو که گرفتیم و ورقاتون رو تصحیح کردیم دیگه انشالله اون 2 فصل حذف میشه و 10 نمره برای شما حالا ذخیره میشه هر چقدر از اون نمره رو گرفتید. بقیه رو به عنوان مثال میذاریم برای پایان ترم، چون اگه تمام حجم درس رو بزنیم پایان ترم احتمالاً بهتون فشار میاد. حالا اینو انشالله ما میگیم، باز ببینم در روند تدریس چه جوری هستیم. اصلا زمانی پیش میاد که ما بخوایم امتحان میان ترم بگیریم؟ پیش نمیاد. حالا انشالله بعدا مشخص میشه تمام اینا، اما حالا هدف کلی ما و تصمیممون بر این هست که انشالله به این صورت باشه تدریسمون و امتحانمون. حالا ببینیم انشالله چی پیش میاد. خب این جلسه اول تدریس شیمی عمومی 2 هست. ما چندین فصل اینجا براتون تدریس میکنیم. حالا ما کتابی که در نظر گرفتیم شیمی عمومی 2 از چارلز مورتیمر هست که احتمالا شما شیمی عمومی 1 هم از همین فرد خوندید. حالا معروف هست توی شیمی عمومی 1 و 2 و ترجمه عیسی آوری هست. خب شما چون رشتهتون شیمی نیست و زیست هستید، من مجبور نمی کنم که کتاب رو داشته باشید و یا اینکه حالا اذیت نمیشید. احتمالاً با جزوه‌ای که من بهتون میگم و تمرینایی که انشالله همینجا حل میکنیم برای شما کافی هست. حالا ما اگه رشته‌تون شیمی بود ما سختگیری بیشتری میکردیم و حتما کتاب رو باید تهیه میکردید و ما حالا یه قسمت‌هایی رو از روی کتاب حتما تدریس میکردیم. پس من خلاصه ای از اون فصلایی که میخوایم بگیم رو قسمت‌های مهمش رو براتون در نظر گرفتم که باز تاکید میکنم با توجه به اینکه رشته‌تون زیست هست مطالبی رو انتخاب کردیم که انشالله بعداً به دردتون بخوره و بتونین ازش استفاده کنیم. خب بریم سراغ تدریسمون. فصل اول این درس در مورد نظریه های اسیدها و بازها هست. در این مورد ما توضیح میدیم. فصل اولمون فصل کوتاهی هست، احتمالاً با 2 تا 3 جلسه تموم میشه و بعد میریم سراغ فصلهای بعدی یکم طولانی تر هست. لطف کنید با خود کلاس پیش بیاید. حالا اونایی که حالا که با من کلاس داشتن میدونن اگه با خودم پیش بیاین و هر جلسه تمرینایی که بهتون میدم رو حل بکنید، برای خودتون نگه دارید تا انشالله ما جلسه بعد اون تمرینا رو توضیح بدیم، فکر میکنم دیگه مشکلی انشالله توی این درس ندارید. حالا انشالله اگر هم مشکلی داشتید حتما توی حالا شخصی به من پیام بدید که ما سریعا انشالله کلاس های آنلاینمون رو برگزار کنیم. خب فصل اول در مورد نظریه های اسیدها و بازهاست. شما توی دوران دبیرستان در مورد نظریه اسید و بازها، حالا اونایی که روی نظام جدید بودن، یعنی زمانی که کتاب ها تغییر کرده اخیراً و دبیرستان رو گذروندن که اکثرا شما به همین صورت هستید، فقط اسید و باز آرنیوس رو خوندید
اما اگه حالا از قدیمی ها باشید و این نظام جدید نباشید، اسیدهای برونز تلوری هم توی اون کتاب ها بوده. اما خب ما فرض رو بر این میگیریم که بچه ها از همون فقط اسید و باز آرنیوس رو مفهومش رو خوندن و ما از ابتدا توضیح میدیم که اگه اجرا کسی هم یادش رفته مشکلی پیش نیاد براش و بتونه تدریس رو متوجه بشه. خب بریم سراغ مفهوم اسید و باز از نظر آرنیوس. من توی این فصل 3 تا نظریه در مورد اسید و باز میگم. یکی آرنیوس، یکی برانستدلاری و یکی لوئیس. حالا به ترتیب پیش میریم و ببینیم چه جوری هست. از نظر هر کدوم از این دانشمندان اسید و باز یه معنی خاص میده. بنابراین ما وقتی که با یه اسید یا باز مواجه میشیم، اگه معنی هر کدوم از این دانشمندها رو که حالا تعریف کردن در مورد اسید و باز داد، ما میگیم این اسید و باز به اون دانشمند برمیگرده. الان ما مثلا آرنیوس رو توضیح میدیم براتون. اسید آرنیوس میتونیم بگیم اسید را میتوان به عنوان ترکیبی معرفی کرد که در محلول آبی یونهای H مثبت تولید میکنه. پس آرنیوس اومده اینجوری اسید رو تعریف میکنه، میگه به ترکیبی من میگم اسید که وقتی توی آب حلش میکنیم، نوشتم در محلول آبی تو آب حلش میکنیم یون H مثبت تولید کنه. خب یکی از محدودیت های مدل آرنیوس اینه که حتما اون ماده‌ای که ما میخوایم بدونیم اسید یا باز باید تو آب حل بشه. یعنی اگه نامحلول باشه ما نمیتونیم اسم اسید و باز آرنیوس رو روش بذاریم. درسته؟ پس یکی از محدودیتایی که همین الان متوجه شدیم اینه که میگه هر ترکیب رو که میخوای متوجه بشی اسید یا بازه باید اول تو آب حلش کنی. بعد ببینی اگه H مثبت تولید کرد میگیم که اسیده، اگه OH منفی تولید کرد میگیم که بازه. درسته؟ خب ما یه مثال زدیم، مثلا HCl تو رو فلش نوشتم H2O، یعنی با H2O ترکیب بشه میشه H مثبت به اضافه Cl منفی. درسته؟ طبق یونای خودش HCl میشه H مثبت به اضافه Cl منفی. خب چون H مثبت تولید کرد پس HCl رو من میتونم بهش بگم اسید آرنیوسه. چرا؟ چون تو آب حل شد H مثبت تولید کرد. خب حالا اینم میدونید که من میتونم به همین صورت بنویسم یا میتونم مثلا HCl به اضافه H2O، یعنی H2O رو جزء واکنش دهنده ها در نظر بگیرم. حالا واکنش دهنده که نمیشه بگیم واکنش شیمیایی میدن، واکنش فیزیکی میدن دیگه. این H مثبت و Cl منفی H2O میاد اطرافش قرار میگیره وگرنه واکنشی باش نمیده. پس میگیم HCl به اضافه H2O هم میتونم بنویسم میشه HCO مثبت به اضافه Cl منفی. خب چرا من 2 نمونه نوشتم براتون؟ نگاه کنید اصلش همین بالایی است که H2O رو ننویسی کنار HCl، بگی در H2O حل میشه. اما بعض وقتا ما H مثبت رو یک ترکیبی میتونیم در نظر بگیریم که خیلی خیلی کوچیکه و ناپایداره. برای اینکه پایدارش کنیم میگیم H مثبت با یه مولکول آب پایدار میشه. اگه H مثبت به اضافه H2O بکنیم میشه HCO مثبت. گاهی اوقات جای H مثبت HCO مثبت به کار میبرن. حالا بچه‌ها میگن HCO مثبت از کجا اومد؟ من اینو براشون مینویسم همیشه. میگم فرض کنید به جایی که رو فلش بنویسیم H2O رو کنار HCl بنویسید. این H اومده با این H2O اومده HCO مثبت تولید کرده که همون H مثبته. Cl منفی هم که آنیونشه. پس چه من به صورت بالایی بنویسم چه به صورت پایینی فرقی توی موضوع من نداره و اگه ترکیب من چه H مثبت تولید کنه چه HCO مثبت تولید کنه میگم هر دو یکیه، هر دو H مثبته و ترکیب من میشه اسید آرنیوس. خب این مورد رو فقط به این دلیل گفتم که اگه من گفتم H مثبت با HCO مثبت تفاوتی نداره دلیلش رو بدونید. HCO مثبت همون H مثبتیه که یه مولکول آب کنارش قرار گرفته. خب ما توی محلولای آبی دنیا مولکول آب داریم. درسته؟ خیلی راحت مولکول آب میتونه کنار H مثبت قرار بگیره. خب پس به HCl میگیم اسید آرنیوس. خب باز آرنیوس چیه؟ باز ترکیبی است که در محلول آبی یونهای OH منفی تولید کنه. آرنیوس برای باز هم همین تعریف رو میده. میگه اگه ترکیب رو حل کنیم توی آب و به ما OH منفی تحویل بده یا OH منفی برامون تولید کنه میگیم که این ترکیبمون چیه؟ باز آرنیوس هست. خب NaOH در حضور آب، باز آب رو روی
فلش نوشتم میدهد Na مثبت به اضافه OH منفی و چون توی آب OH منفی تولید کرد میگیم که این یه باز آرنیوس هست. خب پس این شد نظریه اسید و بازها از دید چی؟ از دید دانشمندی به نام آرنیوس. خب یه نکته اینجا هست، قدرت اسید یا باز به میزان تفکیک اونها بستگی داره. اسید و بازی قوی است که به طور کامل تفکیک بشه. خب ما اسید و باز آرنیوس رو توضیح دادیم، میخوایم ببینیم که کدوم اسید قویه کدوم اسید ضعیفه یا برعکس کدوم باز قویه کدوم باز ضعیفه. درسته؟ خب میگه این ضعیف و قوی رو شما باید نگاه کنیم ببینیم میزان تفکیک اونها به یون چقدره. حالا من یه مثال زدم، مثلا HCl رو دقت کنید، HCl میشه H مثبت اضافه Cl منفی. فلشش رو من یه طرفه کشیدم، یعنی تمام HCl داره تبدیل میشه به H مثبت و Cl منفی. این میشه یه اسید قوی. چرا؟ چون به طور کامل تفکیک میشود. HCl یه اسیدیه که وقتی من توی آب حلش میکنم هیچ چی دیگه از خودش باقی نمیمونه، همش تبدیل میشه به H مثبت و Cl منفی و چون این تبدیل به صورت کامل انجام میشه و این تفکیک خیلی کامل انجام میشه بهش میگن یه اسید قوی. خب مشخص هم هست چون H مثبت بیشتری آزاد میکنه، هرچی H مثبت بیشتری تو محیط آزاد بشه اسیدم چیه؟ قوی تره. خب الان HF رو در نظر بگیرید. HF یه اسید ضعیفه. خب از کجا متوجه میشین؟ چون اولا فلشی که روبروش کشیده رفت و برگشتی کشیده، یعنی اینکه HF وقتی توی آب حلش میکنیم همش تبدیل نمیشه به H مثبت و F منفی، بلکه یه مقداری هم واکنش برگشت داره، یعنی H مثبت با F منفی هم میتونه با هم دیگه ترکیب بشه و تبدیل بشه به HF. درسته؟ پس این به طور کامل نمیتونه به یون تفکیک بشه، پس بهش میگیم اسید ضعیف. حالا چرا بهش میگیم اسید ضعیف؟ چون کمی تفکیک میشود، خیلی کم تبدیل میشه یا تفکیک میشه به یونهای خودش. درسته؟ پس قدرت اسید و باز لوئیس به چی وابسته است؟ به میزان تفکیکشون. هرچه میزان تفکیکشون بیشتر باشه، یعنی فلشمون یه طرفه باشه، بهش میگیم اسید قوی. هرچی میزان تفکیکمون کمتر باشه، واکنش برگشت پذیر باشه واکنشمون، میگیم که ترکیبمون اسید ضعیفه. خب بریم یه موردی دیگه هم بررسی کنیم توی اسید و باز آرنیوس، در مورد اکسیدها هستن. میخوایم اکسیدها هم بررسی کنیم، اینا رو هم تقسیم بندی کنیم، ببینیم کدوم اکسیدها میتونن خاصیت بازی و کدوم اکسیدها میتونن خاصیت اسیدی داشته باشن. اصلا اکسید منظورمون چیه؟ میدونین ترکیب یه عنصر با اکسیژن رو بهش میگن اکسید. درسته؟ هر عنصری که با اکسیژن ترکیب بشه میگن اکسید. اکسید خیلی زیاد ما داریم. ما میدونیم هر چیز در مقابل هوا قرار بدیم اکثر فلزات در مقابل هوا میشن اکسید. درسته؟ پس اکسیدها چون تعدادشون خیلی زیاده اومدن به دو دسته تقسیمشون کردن، اکسید فلزات و اکسید نافلزات. اکسید فلزات منظورمون چیه؟ وقتی که یه فلز با اکسیژن ترکیب میشه اکسید فلز. وقتی یه نافلز با اکسیژن ترکیب میشه اکسید نافلز. خب حالا اگه فلزات با اکسیژن ترکیب شده باشن و یه اکسید فلزی ایجاد کنن برای ما، مثل گروه‌های اول و دوم جدول تناوبی، لطفاً گروه‌های اول و دوم جدول رو حفظ باشید. گروه اول و گروه دوم وقتی با اکسیژن ترکیب میشن چون فلز هستن اکسید فلزی ایجاد میکنن. شما اگه این دو گروه، حالا معمولا حفظ هستید، اگه این دو گروه حفظ باشید و من اکسیدشون رو بدن، شما دقیقاً میدونید که این اکسید گروه اول و گروه دوم جدول هست و میتونید بگید که این حتما اکسید فلزیه و اکسیدهای فلزی در آب OH منفی تولید میکنن حتما و بهشون میگیم چی؟ باز آرنیوس. درسته؟ پس من اگه یه اکسیدی به شما دادم، شما کافیه تشخیص بدید اکسیدم فلزیه یا اکسید نافلزیه. اگه اکسید فلزی بود میگید حتما در آب OH منفی تولید میکنه و ترکیبم میشه باز آرنیوس. اگه ترکیبم اکسید نافلز باشه، مثلا گروه 17 جدول تناوبی، گروه 17 فلور کلور بروم یود، اینا اگه حفظ باشید، اینا با اکسیژن میان و اکسیدهای نافلزی ایجاد میکنه. حالا یکی از مواردش گروه 17 هست. میدونید که شما اگه تناوب دوم رو در نظر بگیرید، بعد از کربن، نیتروژن، اکسیژن
و فلوئور، همه اینها چی هستن؟ نافلز هستن. خلاصه نافلزها اینا رو چون قبلا خوندیم من نمیخوام زیاد وارد جزئیاتش بشم. اگه نافلزی اکسید بشه در آب حتما اچ مثبت تولید میکنه و بنابراین بهش میگن چی؟ اسید آرنیوس. پس کافیه شما تشخیص بدید اون اکسیدی که در اختیار دارید و من به شما دادم فلزیه یا نافلزیه. اگه فلزی بود حتما OH منفی تولید میکنه و اگه نافلزی هم بود حتما H مثبت تولید میکنه. پس میتونیم اسمشو اسید یا باز بذاریم. خب اینجا دو تا نمونه مثال زدم براتون مثل Na2O. Na که میدونید سدیم جزء گروه اول جدول تناوبی است. گروه های اول همشون فلز هستن. بنابراین اکسید سدیم Na2O به اضافه H2O حتما OH منفی تولید میکنه. یعنی من حتما محصولاتمو جوری باید بنویسم که یه OH منفی توش باشه. پس میشه Na مثبت به اضافه OH منفی. اگه خواستید میتونید موازنه هم انجام بدید. پس Na2O رو اگه من براتون آوردم گفتم این اسید لوئیس هست یا باز اسید آرنیوس هست یا باز آرنیوس، شما میاید و با آب ترکیبش میکنید و باید بدونید که این اکسیدی که من به شما دادم فلزی یا نافلزی. الان اینجا که فلزی حتما OH منفی تولید میکنه، بنابراین فوری میگید که چیه؟ باز آرنیوسه. خب مورد بعدی N2O5. اکسیژن که همون منظور اکسید هست، نیتروژن هم جز نافلزات هست. بنابراین N2O5 که من آوردم براتون درسته با آب که ترکیب میشه حتما H مثبت تولید میکنه، درسته؟ و حالا این ترکیب NO3 منفی هم تولید میکنه. بنابراین چون H مثبت تولید میکنه بهش میگیم چی؟ اسید آرنیوس هست. پس شما قبل از که حتی این واکنش ها رو کامل کنید باید از روی خود عنصرهایی که تو واکنش شرکت کردن متوجه بشید که اسیده یا بازه. مثلا این Na چون فلزه حتما باز تولید میکنه و نیتروژن که نافلزه حتما اسید تولید میکنه. خب اسید و باز آرنیوسمون تموم شد. پس ما در مورد آرنیوس اسید و باز رو شناختیم، تعریفش رو یاد گرفتیم، گفتیم چه موقع قویه چه موقع ضعیفه، بعد در مورد اکسیدها هم توضیح دادیم. حالا بریم سراغ مفهوم بعدی که بهش میگیم اسید و باز برونستد-لوری. این هم خیلی جاها به درد میخوره. حالا البته به درد بچهای شیمی توی سالهای بالا زیاد میخوره. شما هم این خاصیت اسید و بازی توی زیست ترکیب وقتی میخوایم pH رو تنظیم کنید خیلی قسمت ها به دردتون میخوره. خب حالا ببینیم دانشمندی به نام برونستد و لاری یا لوری هم بهش میگن. این دوتا دانشمند با همدیگه بر روی این مفهوم کار کردن و زمانی که اومد بیرون چون هر دو با هم کار کرده بودن اسم هر دو رو روش گذاشتن، مفهوم اسید و باز برونستد-لاری یا لوری. خب حالا این اسید چی میگه؟ به چی میگن اسید یا به چی میگن باز؟ اسید برونستد-لوری یعنی اسید ماده است که پروتون از دست میدهد. یعنی این دوتا دانشمند اینجوری اسیدو گفتن، نگفتن دیگه تو آب حل کنیم. پس اون محدودیتی که برای اسید و باز آرنیوس بود و دیگه اینا عنوان نکردن، بلکه گفتن اسید ماده است که پروتون از دست میده. حالا هر جایی میخواد از دست بده، میخواد تو آب از دست بده، میخواد در واکنش با ماده دیگه از دست بده، مهم نیست. میتونه هم آب جزءش باشه اما جزء لاینفکش نیست، یعنی که حتما باید در آب حل بشه. اگه حل نشد ما نمیتونیم تشخیص بدیم. پس یکی از مواردی که برونستد-لوری نسبت به اسیدهای آرنیوس برتری داره اینه که محدودیت اون قسمت رو که حتما باید تو آب حل بشه رو نداره. خب به باز گفتن باز ماده است که پروتون میپذیرد. پس اسید و باز برونستد-لوری باید پیش هم باشن. اسید پروتون میده، باز پروتون میپذیره، درسته؟ خب نکته‌اش هم اینجا نوشتم براتون. در اسید و باز برونستد-لوری نیازی به وجود آب نیست، اما آب هم میتواند جز یکی از واکنشگرها باشه. اینجوری نیست که حتما اگه آب باشه مشکل ایجاد میشه، نه، اما لازم نیست که حتما آب وجود داشته باشه. خب یه مثال زدم براتون. HCl به اضافه NH3 میدهد NH4 مثبت به اضافه Cl منفی. خب رفت و برگشتی هم براتون فلش گذاشتم. خب ببینیم چی میشه اینجا. این HCl نگاه کنید به اینجا، HCl شده Cl منفی، یعنی Hشو از دست داده. گفتیم ماده‌ای که Hشو از دست بده یا پروتون از دست بده بهش میگن اسید، پس به HCl میگم اسید.
پس شما وقتی یه واکنشی بهتون میدن شبیه به این حالت، بهتون میگن اسید و باز برونستلوری رو مشخص کنید، حتما به طرف دوم دقت کنید. طرف اول رو با طرف دوم مقایسه کنید، ببینید چی به چی تبدیل شده. حالا پروتون از دست داده میشه اسید، اگه پروتون گرفته میشه چی؟ باز. خب HCl رو اینجا ما بررسی کردیم، شده Cl منفی، پس هیدروژنشو از دست داده یا H مثبتشو از دست داده، پس میشه اسید، HCl میشه اسید. حالا NH3 رو نگاه کنید، NH3 اگه این ور رو نگاه کنید، NH3 یه H مثبت گرفته، همین H مثبتی که این از دست داده بود NH3 اون H مثبت رو گرفته، NH3 شده چی؟ NH4 مثبت. درسته؟ بنابراین چون NH3 یه دونه H مثبت گرفته بهش میگن چی؟ باز. پس این H مثبت از دست داده میشه اسید، این گرفته میشه چی؟ باز. خب حالا اینایی که اینجا نوشتم یعنی چی؟ خب اینجا رو خوب دقت کنید. پس تشخیص اسید و باز رو در طرف چپ واکنش متوجه شدیم. خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ نگاه کنید، این اسیده وقتی تبدیل میشه به Cl منفی میشه باز. هر اسیدی وقتی Hشو از دست میده تازه خودش میشه باز. درسته؟ حالا برعکس، یه بازی که H مثبت میپذیره تازه خودش میشه چی؟ اسید. اینو خوب دقت کنید. اسید و باز رو اول در سمت چپ واکنش به اون طریقی که ما بهتون گفتیم تشخیص بدید، بعد عکسش رو بذارید اون مورد دیگه ای. مثلا اگه این اسیده اینور میشه چی؟ باز. اگه این بازه اینور میشه چی؟ اسید. خب چرا مزدوج نوشتم؟ به اینا گفتم اسید، به این گفتم باز، به این گفتم باز مزدوج، اسید مزدوج. منظورم این که اینا زوجن. مثلا اگه HCl و Cl منفی رو کنار هم بذاریم میگیم این اسیدشه، این باز مزدوج این اسید است. مزدوج یعنی زوج. درسته؟ یعنی میخوام بگم که اینا با هم یه زوجن، این و این یکیان، فرق نمیکنه، پیش هم قرار میگیرن. این H رو میگیره، این H رو از دست میده اسیده، این H رو میگیره میشه باز. درسته؟ خب پس این مزدوجا چیز خاصی من ننوشتم، فقط میخوام منظورم اینه که اینا با هم دیگه با اینا زوجن. خب اگه من مزدوج اینو بردارم، در واکنش دو تا اسید دارم، دو تا باز دارم. درسته؟ خب من باید بتونم تشخیص بدم توی این دو تا اسید دو تا باز که توی واکنش وجود داره کدوما قویان کدوما ضعیفن و بتونم تشخیصش بدم. خب توی حالا اسلاید بعدی اینو بهتون یاد میدم که چطور تشخیصش بدید. خب همون واکنش که اونجا بود آوردم اینجا چون میخوام توضیح بدم پیشمون باشه. خب اینجا رو دقت کنید، یه نکته گفتم، قدرت یک اسید به وسیله تمایل آن برای دادن پروتون معین می شود. میگه چه موقع ما میگیم یه اسید قویه؟ توی برونستلوری منظورمونه. چه موقع میگیم اسید قویه؟ وقتی که تمایل زیادی داشته باشه که H مثبت از دست بده. هرچه تمایل بیشتری داشته باشه که H مثبت از دست بده میشه چی؟ میشه اسید قوی تر. خب و قدرت یک باز نیز به تمایل آن برای پذیرش پروتون بستگی داره. پس یه بازی قویه که بیشتر دوست داره پروتون بگیره. هرچه تمایلش بیشتر باشه برای گرفتن پروتون بهش میگیم چی؟ بازمون قوی تر. خب حالا همون سوالی که من مطرح کردم، در هر دو طرف واکنش اسید و باز وجود دارد، اما تمایل واکنش به کدام سمت است؟ اینو باید توضیح بدیم. جوابش هم نوشتم، در یک واکنش معین وضع تعادل متمایل به تشکیل اسید و باز ضعیف تر است. خب من توضیح میدم براتون. این واکنش رو به شما میدن، میگن که واکنش درست رفت برگشتیه، اما تمایل واکنش به رفت بیشتره. دوباره میگم این واکنش رفت و برگشتیه، میدونم یعنی یه مقداری از اینا تبدیل میشن به محصولات، یه مقداری از این محصولات هم تبدیل میشه به ماده اولیه. درسته؟ این مفهوم برگشت پذیریه. اما برگشت پذیری 50-50 نیست، یعنی اینجا 50% از این مواد وجود داشته باشه، 50% از این مواد وجود داشته باشه. ممکنه واکنش به یه سمتی متمایل باشه. به عنوان مثال این دوتا با هم ترکیب بشن 70% محصول تشکیل بدن، تازه 30% ماده اولیه وجود داشته باشه یا عکسش. درسته؟ پس من باید ببینم در واکنش های برگشت پذیر تمایل به کدوم سمته. الان مثلا به من این واکنش رو میدن، میگن تمایل به سمت راسته، یعنی سمت چپی ها دوست دارن با هم واکنش بدن، سمت راستی ها رو ایجاد کنن. خب من وقتی اینو بهم گفتن دیگه الان میتونم اسید و باز رو مشخص کنم کدوم قویه کدوم ضعیفه. طبق این جمله میگه همیشه یه واکنش تمایل داره بره به سمت
تشکیل اسید و باز ضعیفتر. یعنی دوست داره محصولش اسید و باز ضعیفتری باشه. خب وقتی من به شما گفتم واکنش من تمایل داره بره به سمت راست، یعنی این که اینا میشه مواد اولیه‌ام، اینا میشه چی؟ محصولاتم. درسته؟ خب چجور واکنش تمایل داره بره اینجا بیشتر؟ خب حتما این دوتا اسید و باز ضعیفتری نسبت به این دوتا هستن، چون ما شرط گذاشتیم در یه تعادل همیشه واکنش تمایل داره بره به سمت اسید و باز ضعیفتر. وقتی به ما گفتن تو این واکنش دوست داره بره سمت راست، پس ما متوجه میشیم واکنشگرهایی که سمت راست قرار گرفتن یا مواد و ترکیباتی که سمت راست قرار گرفتن حتما اسید و باز ضعیفتری هستن که واکنش تمایل داره بره به سمت اینا. درسته؟ پس اسید قوی کدوم یکی از این اسید قویه؟ HCl. کدومش باز قویه؟ NH3. این دوتا اسید و بازه ضعیفن. چرا؟ چون واکنش تمایل داره بیاد به سمتشون. حالا اگه عکس اینو مطرح میکردم، این واکنش رو بهتون میدادم، میگفتم این واکنش تمایل داره به سمت چپ، این واکنش تمایل داره بره به سمت چپ. خب یعنی چی؟ وقتی تمایل داره بره به سمت چپ، حتما اینا ضعیف بودن که واکنش تمایل داره بره به سمت چپ. درسته؟ پس اینا میشدن قوی. پس اگه من از شما خواستم برای من اسید قوی و باز قوی یا برعکسش رو مشخص کنید، حتما بهتون میگم که این واکنش تمایل داره به کدوم سمت بره و شما با توجه به گفته من که میگم به کدوم سمت تمایل داره بره، دیگه میتونید اسید و باز قوی و ضعیف رو براش مشخص کنید. یه تمرین دادم براتون در همین مورد که انشالله حل کنید. من تمرینایی که میدم و شما حل میکنید و انشالله جلسه آینده همش رو دوباره براتون حل میکنم که حالا جواب صحیح رو داشته باشید. تمرینم این هست که در واکنش زیر واکنش از چپ به راست انجام می شود. پس من مشخص کردم واکنش شما از چپ به راست داره انجام میشه. اسید ضعیفتر رو مشخص کنید. پس اولین کاری که شما میکنید، اول اصلا اسید و بازا رو مشخص کنید، زیرش بنویسید طبق کاری که من انجام دادم. وقتی اسید و بازتون مشخص شد و زیرش نوشتید، حالا تازه من میگم واکنش از چپ به راست انجام میشه، یعنی تمایل رو از چپ بیاد به راست. حالا دیگه با توجه به این گفته من میتونید اسید ضعیفتر رو مشخص کنید و جواب رو بنویسید. خب تا همینجا کافیه. مبحث اسید برونستلوری تموم نشده، چون اگه بخوام وارد یه بحث دیگه بشم خیلی زمان میبره و دوست دارم اون بحث رو با هم دیگه شروع کنیم. انشالله میذارمش برای جلسه آینده. پس جلسه اولتون به اتمام رسید. در این جلسه در مورد اسید و باز آرنیوز صحبت کردیم، کاملش کردیم و همه توضیحاتش رو دادیم. در مورد اسید و باز برونستلوری هم یه مقدار توضیح دادیم. اسید ضعیف و اسید و باز ضعیف و قوی رو تونستیم از روی اون تشخیص بدیم. انشالله در جلسه دوم ادامه این مبحث رو در خدمتتون هستیم. موفق و مؤید باشید.